سلام من به تو ای گل نشونم. چطورید بچه ها؟ الان میخوام زود حاضر شم. ساعت چنده؟ وایسی دقیقه صبر بکنید. 1:02 میخوام شروع کنم حاضر شم. برم کجا؟ حالا بذارید برم حاضر شم بهتون بگم. آقا بذار بهتون بگم قراره با یکی از یوتیوبرهای دیگه برم ویدیو بگیریم با هم. اولین باره میخوام ببینمش و اینکه خلاصه به این ویدیو براتون بگیریم. من برم حاضر شم بعد میام بهتون میگم که با کی. بچه ها وقتی روژ میزنید، خب من روژم خیلی کم رنگ میزنم. الان البته یه ذره پررنگ شد، تو دوربینم خیلی پررنگ تر نشون میده. بعد قسمت داخل لبم تینت میزنم و بالش. یه حالت باحالی میشه. خب ویدیو قطع شده بود، ادیت زنگ زد. خلاصه این که شالم سرم میکنم برم شالم هم بردارم. خب این شالم سرم میکنم، هم شالش خیلی دوست دارم هم که به مانتو تیپ هم اینا میاد. خب بریم بچه ها. بذارید تیپ هم بهتون نشون بدم. بدین شکل. آقا مامانم کلی غر زد که اتاقتو جارو نکردی و مگه چیکار میکنی تو خونه؟ هیچ کاری نمیکنی اینجا رو اتاقتو جارو نکردی. منم دیدم گفتم من بیزی. یه دری بازه ولی این که من اصلا حال ندارم ببینم کدومه، چون میدونم در خودم نیست و پیاده نمیتونم بشم. خب آقا ما قرار بودش که اول بریم کافه، اونجا ویدیو اینامون رو بگیریم و اینا. بعد دنبال یه کافه‌ای بودیم که بتونیم راحت اونجا ویدیو بگیریم، یا اینکه سر صدا نباشه، یا اینکه یه اتاقی داشته باشه، یا اینکه صدای موزیک رو کم کنه. و دنگ و فنگ داشتیم خلاصه واسه گرفتن ویدیو. بعد دیگه حساب کردیم و اینا. دیگه الیچ هم گفتش که هزار سخته و اینا اینجوری. مثلا اوکی همدیگر تو خونه ببینیم یا اول همدیگر کافه ببینیم یخ اون باز شه بعد بریم خونه ویدیو اینو بگیریم. فهمم من که اوکی ام، یخ باز شدن یا نمیخواد. بعد خب یه اعتمادی هم به هم داریم از طریق کانال یوتیوب دیگه. خب اوکی دیگه ما اعتمادی هم که داریم و اینا. همه آره اوکیه. دیگه گفت من خونه دوستم، من بیا اینجا ویدیو بگیریم. دیگه من دارم میرم اونجا. Turn right on 261. زدم تو مپ، نیم ساعت راهه و پیش به سمت الیچ و ویدیو. و من هنوز هیچ ایده ای ندارم چه ویدیویی میخوام بگیرم. اون میخواد چالش 5 ثانیه رو بگیریم ولی من هیچ ایده ای ندارم. بعد از شما هم نمیتونم بپرسم، حتی کاش زودتر یه شورت ویدیو یه چیزی میذاشتم و میپرسیدم. حالا میذارم، حالا بگید که باز بعداً با هم بعدها ویدیو اینا میگیریم. بگیریم دیگه. ایده بگید، ایده بدید، ایده تا میتونید ایده. قبلا بچه ها اینم بهتون بگم که من یه خیلی وقت چند ماه اصلا نمیتونم آهنگ فارسی گوش بدم. خیلی دیگه همشون شکست عشقی و ناامیدی و قشنگ گوش میدم. حالم خیلی بد میکنه از این نظر، نه که بخوام بگم واو من فاز بردارم، نه، چون حالمو بد میکنه. آره توی دوره‌ای از زندگی من نیستم که بتونم آهنگا رو گوش بدم و بی تفاوت باشم. واسه همین آهنگ خارجی گوش میکنم. It's okay, I got lost on the way, but I'm a supergirl. آقا من رسیدم پیاده شیم ببینیم کجاست. آقا من رسیدم. هلو چطوریم؟ بچه ها اینم از الیچ دست نوریم وره. چطوری بچه یه ویدیو گرفتیم تا الان و ویدیوش باحال بود. چالش 5 ثانیه بود واسه کانال الیچ. نمیگم که کی باخته ولی خودتون میدونید دیگه میدونید که کی میبره. همیشه کوری میخونی برای من. دیگه همیشه میبره. احترام بچه‌ها به خاطر کوچولو بودنش بودش که گذاشتم ببره. گناه داشت گونگولی.
گنگولی آخش بردم بچه انقدر سینگلیشو کویدم تو سرش این برای یه برگی برنده است. تا حالا یه چیزا مهم نیست. چطور اینجا خبر؟ چیکار میکنین؟ منو تو همه کانالا میبینید، نظرتون چیه بچه؟ تازه برگشته 3 تا اسم غذا گفته، میگه دیگه خانم خونه باشه چرا تو غذا درستی؟ بچه دیدم کانال سبا و کانال مادر شوهرم و خودم کمه، گفتم اینو تو کانال نرگس هم حضور داشته باشه. ایوه هر جا بذارید من هست. خب آقا من دارم لباسمو میپوشم که با الهام بریم بیرون. حالا براتون میگیرم ویدیومونو گرفتیم، یه دونه من گرفتم، یه دونه الهام گرفت. حالا ایشالا به زودی تو همین هفته میذاریم. حالا شاید هم اول اونو ببینید بعد این بلاگو ببینید. من چی دارم اومده تو؟ یه دونه شیک موز شکلات، یه دونه آیس امریکانو. بله چه چیزی نوشتم. مرسی. عینک میزنم، عینک اصلا ابد میاد. عینکم چقدر کثیفه. اگه ویدیو رو بگیره خوشحال میشم. تاشو خنده بودیم داره کم میریزه پاک میشه. داشتم گفتم که چیزی که سبا رو مخ من میندازه اولین ویدیوش میگه ساعت فلان ساعت برای چی میگه؟ برای میگه که مثلا بقیه بفهمن چه ساعتی داره ویدیو رکورد میکنه. ساعت الان اینه امضا شده و آره ساعت الان اینه و من بعضی موقع واقعا دهنم افتاده مثلا ساعت. ببین ناخودآگاه مثلا بچه‌ها اولش که من یوتیوب داشتم مثلا میادم بالا، چون قبلش سوا رو میشناختن به من گفتن تو داری کپی میکنی از سوا. گفتم بابا ناخودآگاه من باید میشه که ویدیو فکر کنم گفته باشم الان یادم نیست ولی حس میکنم چون مثلا اینجوری که ساعت اینه. آره ببین تو وقتی یکی زیاد باش حرف میزنی تیکه الان مثلا ممکنه تو اینجا بری دیگه این میخوام و این بیت اینا افتاده باشه تو. اتفاقا یکی ویدیوام گفته بودم اول که مثلا هی شورت اینا میذاشتم یا مثلا تو این اینستاگرام مینی ولاگ اینا میذاشتم چون تازه شروع کردم مثلا گفتم که تو چرا داری شبیه این حرف میزنی، تو چرا نه میگم. بعد جالب اینجاست بودش که مثلا یه ویدیو میذاشتم بعد میومدن تو زیر این ویدیو مثلا یکی میگفت چرا داری شبیه مثلا این حرف میزنی، مثلا نیکی، یکی میگفت چرا داری شبیه کی میرفتم. گفتم آقا من شبیه چند نفر میتونم صحبت کنم؟ نه چون ناخودآگاه من سر این قضیه نه مثلا یه ویدیو آدمای مختلف هر کی میگفت داره شبیه ادای اینو چون هممون داریم شبیه هم ویدیو میگیریم تقریبا. چند نفریم تو یوتیوب مثلا تو نیکی و کیمیای قدیم ستاتون اینا هم ویدیو میگیرین تقریبا. حالا باز من و سبا داریم شبیه هم ویدیو میگیریم. نیکی مجلسی و نیکی هم که تازه داره اصلا میگه اصلا من قبل اینکه نیکی بذارم هم میذاشتم. نیکی هم تازه 1 سال داره میذاره. نه ببین اصلا طبیعیه. من باش کنار اومدم بعد این بعد اینکه اینو داشتم گفتم تو ناخودآگاه وقتی یکی رو میبینی مثلا ویدیوشو شبیه حرف میزنه واسه اسکرین مثلا من یه مدت نیکو فلایو مثلا میدیدم ناخودآگاه نگو مثلا یه حالتی داره من مثلا اون بودم یه مدت تیکم افتاده بود رو باورت نمیشه. از ترسم ویدیوی شورت سبا رو نگاه نمیکنم که یهو شبیه که ناخودآگاه. چون مثلا من مخصوصا اولش که شروع کردم پیش سبا بودم دیگه. من سبا جفتمون توی تقریبا داشتیم توی خونه زندگی میکردیم مثلا روزی 5-6 ساعتمون با هم داشت میگذشت. ناخودآگاه جمله بندی و همه چیمون شبیه هم بود. بعد اینجوری بودن که چون اول سوا رو میشناختم پس الهام داره سوا. بعد یه سری تیکی کلام سوا الان من و سوا داریم که از من شروع شده، یعنی هم میخوام مثلا شما نمیفهم. ولی بعد مثلا اینجوری بود چون اول رو نمیشناختم اینجوری بود که نه تو داری از روی سوین کپی میکنی. بعد سوا میگم بچه‌ها الهام من کپی نمیکنه، من الان شبیه هم حرف میزنیم چون خواهریم با هم دیگه. بعد نه ببین الهام داره رو تو کپی میکنه. بعد سبا چند یه کانتنتی به ذهنش رسید. من یه دونه ویدیو گرفتم ریاکت به هنرهای بچه‌ها. خب بعد سبا بچه‌ها چند تا نقاشی اینا براش فرستادن. اینجوری بود که خب بچه‌ها میخواد یه ریاکت بگم همه میخواد الهام کپی کنی. بابا اصلا ایده یوتیوب همش کپیه. خودشون واقعا خارجی‌ها الهام میرن. فرشاد کپی، کومان کپی، آریا کپی، خود اون مثلا کپی یکی دیگه. بعد اصلا همشون هم از یوتیوبر خارجی کپی اصلا همشون کپیه. بعد آخه خود بچه‌ها میان میگن که همچین ویدیویی بگیر. مثلا ویدیو میان میبینن ویدیو فرشاد خوششون میاد مثلا میگن آقا شما هم بیاید اینو بگیرید.
بگیرید. مثلا خود بچه‌ها پیشنهاد میدن. چند تا بازی داریم که بشه پشت دوربین انجام داد تو 20 دقیقه مثلا. آره دیگه. بس وقتی بچه‌ها دوست دارن خودشون. ولی لحن اینجوریه که میگیرینا خداگاه. مثلا من دور تو بگردم ممکن اینجوری بشه. اصلا من میخوام برم پیش دوستام، بعدش دوستم زنگ زد گفت بریم کافه، گفتم باشه. مثلا یهو دیدی من یه ماه دیگه اینجوری ویدیو گرفتم. من اینجوری ویدیو میگیرم. خیلی خدات ولی گفتی. همینجوری میگیری برو نگاه کن. بعد دوستم گفتش که بریم کافه، گفتم باشه. من دوستمم اینجوری حرف بزنه. واقعا. اولین ویدیویی که ازت دیدم این بود. کدوم ویدیو؟ نمیدونم. رفته بودی با یکی از دوستات بیرون دیگه. چه میدونم. همش بیرونی دیگه. امروز حال نداشتم. به اونم گفتم من نمیام سر کار. اونم گفت باشه. پس کل روزا استراحت کردم. آقا دیگه اینجوری صحبت نکنم که. اوتمیل زیاد میخورم بچه‌ها. بس بگیرم خیلی واقعا. چی؟ کل دایرکت این اینستاگرام اینه که آموزش اوتمیل بذار باورت میشه روزی. بله به منم همین میگفتم و من یه دونه گذاشتم. توی یکی از بلاگام گفتم خب بچه‌ها بیاید بهتون اوتمیل یاد دادم. خب بعد اینجوری داشت که خب بچه‌ها هر چقدر خواستین از این میریزین، هر چقدر خواستین شیر میریزین. علی گفت دمت گرم بابا انقدر به بچه‌ها یاد نده. اصلا آموزش من میدونی که اولش یوتیوب شروع کردم خواستم آموزشی باشه کارم، چون نقاشی آموزشی آشپزیات نه چون نقاشی و اینجور چیزا چیزه فستیوالی چیزی اوپار، چون مثلا اینجوری بود که خیلی کارهای هنری بلد بودم تدریس میکردم. سبا هی گیر داد یوتیوبر شو گفتم باشه من آموزش میذارم. بعد یه مدتی اومدم تو ویدیو سبا به فان، بعد اینجوری بودش که فانم و بچه‌ها بیشتر دوست داشتن. گفتم خواهی فان آموزش که خیلی خاص داره. آره من نمیخواستم مثلا دلقک بازیام برن، چون من یه ذره طنزم متفاوت بود همیشه. مثلا آدمای غریبم که من اول بار میدن نمیگرفتم من دارم چی میگم. من میترسیدم مردم خوششون نیاد. بعد سبا گفت تو چیکار داری؟ هر کی خوشش اومد نگات میکنه. هر کی خوشش نیاد. ولی در کل من لحن خیلی راحت مثلا اگه الان من برم رشت 2 روز بمونم لهجه‌ام مثل رشتی‌ها میشه. برم مثلا اگه یه نفر جلو اصفهانی صحبت کنه امروز اون فکر کنم دارم مدل اصفهانی صحبت می‌کنم، چون دیروز یه جا بودم که یکیشون اصفهانی بود. بچه‌ها خیلی زیاد مثلا برم شهرستان پدری مادری لهجه شبیه سبا. بچه‌ها اینو تو ویدیو خودم گفتم اینجا میگم. نرگس و سوین خیلی شبیه هم. احمق بازیاشون مخصوصا دو تا اسکل، یعنی یه جوری اخلاقشون شبیه همه. بعد تازه نیده هم خیلی دوست دارم. خیلی عجیبه برام. سبا توی که ویدیو داره میگه دیفالتش اینه همه غریبه ها بدن و دشمن خونیشن، مگر اینکه خلاف استاد نمیدونم چجوری از این خوشش میومد. اینجوری از عتیق خوشش اسکل جفتشون. بچه‌ها انقدر هرس خوردم گفتم این سری جفتتون رو بیارم بزنم تو سرتون. استاد ادیچ بچه‌ها میخواد براتون یه سری ویدیوهای چیز بذارم روابط عاطفی. آره آخه بگه ویدیو بگیریم ستایی درباره چیز دیتای سمی. آره خوب ولی یه ویدیو تریکای دیتمون نشه بهتون یه ذره یاد بدم. منم یه تو یوتیوب هم بذارم پارتنر سمی خود رو بشناسید. میذارم این اتفاقا بچه‌ها خیلی میگن راجع به پارتنر سمی هم بیارم. من چون تو بلاگام دارم هر روز راجع به یه موضوع سوال می‌کنم، مثلا والدین سمی دوسته نه یه ویدیو جدا میگیریم در این باره درباره یعنی پارتنر سمی انقدر مبحث گسترده تری نسبت به بقیه‌اش. چند پارتش یکی بزن. آره واقعا چند قسمت آره ولی من خودم یه سری تریکای دیت دارم که میتونم به بچه‌ها یاد بدم. تریکای دیت به تو الان 2 تاشو یاد دادم. آقا کشف میشه پسرا نه ببینن. آره راست میفهمن که تریکه. الو میره کاری. هیروشیما میاد میگه همه را تریکای پسرا. هیروشیما هم همینا رو میگه فکر کنم. من ندیدم تریکاشو. نمیدونی؟ نه میدیدم یه مدت نمیدونم. اتفاقا آخرین ویدیوش این بودش که دقیقاً واسه من اتفاق افتاده بود که خودش رفت خودش برگشت خودش هم دوباره رفت رابطه رو تمام کرد. این یه چیزه من ندیدم ولی بهت بگم این یه سندرومه یه سری از آدما دارن که باید خودشون تمام کنن. اگه تو تمام کنی برمیگردن. نه اصلا میبینی طرف خودش هم تمام کرده. میگفتش اینه که طرف میخواد یه اختتامیه‌ای تو ذهن خودش داشته باشه بعد اینکه مثلا میاد تا مطمئن شه که دوباره تو رو نمیخواد. آره یا اونه یا اینکه اگه تو باش برنامه باشی از این شکلی میگن که خودشون باید تموم کننده رابطه باشه. کاپ ولی من اصلا برای مهم کاپ و مدال به تو بچه شوهرم داره زنگ میزنه. میدید که با شوهرش داره جانم عزیزم عشقم بفرمایید. سلام قربون شکل ماهت بشم. من در خیابان‌های شهر تردد می‌نمایم.
سوار 5 بارم نبود دیده بودم. خب گفتم خب برای آهنگ بذارم خیلی خفن. گفت کپی رایت وای. گفتم نه کات کن 4 ثانیه به 4 ثانیه کات کن که کپی رایت نخوره خیلی خفنه. بعد براش ناز نکن چرا لحنا رو اشتباه میخونی؟ ناز نکن با دل عاشقان آواز نکن. خیلی چون بلدش نیستم. نه چی بلده بلده؟ نمیتونم گوش بدم. با تو هر جا نمیبرم با یادم نه تو تنها. خطر رو گفتی دوست داری چون که بلد طرفی کلیده. آقا خب من دیگه از الهام جدا شدم. خیلی خوش گذشت کنم. خیلی با هم ارتباط گرفتیم و اینا. حالا کلی ویدیو تو راهه میذاریم. الان دارم میرم یکی از دوستای دیگه ها ببینم. ظهر داشتم میمدم اینجا بهم زنگ زد گفت همدیگه رو ببینیم. گفتم من نمیتونم قرار دارم ولی قرارم سمت حالا پارک نهج البلاغه است و اینا اونجا میبینمت اگه کارم زود تمام شد. اونم دیگه اونجا منتظر منه. منم دارم میرم نهج البلاغه بخوام اون دوستامو ببینم. رسیدم نمیدونم چرا اینجا ماشین وایساده شلوغه. آقا من رسیدم کافه. صدا اینجا خیلی نمیاد. موزیک زنده داره. بعد اینکه دم پنجره‌ش هم جا خالی بود. دیگه اومدیم نشستیم.